داستان‌های عسلی و خرسی. نویسنده اورسولا دوبوسارسکی، مترجم لیلا مینایی. انتشارات مفرحروز. این داستان فکر خوب و فکر بد. روزی از روزها دو فکر به ذهن خرسی رسید. اول اینکه بلند شود و آشپزخانه را تمیز کند. برای همین پیشبندش را پوشید و دستکش‌های زرد رنگش را دستش کرد. دلش نمیخواست موهای تنش کثیف شود. خرسی واقعا موهای قشنگی داشت. پارچه‌ای برداشت و آشپزخانه را تمیز کرد. روی میز را دستمال کشید. ظرف‌ها را شست، کف آشپزخانه را جارو کرد. بعد پیشبند و دستکش‌هایش را درآورد و روی صندلی راحتی مخصوص خودش نشست. خیلی خسته شده بود، اما به جایش آشپزخانه از تمیزی برق می‌زد. نوبت به فکر دوم رسید. با خودش گفت: الانش که عسلی سر برسه واسش کیک زیره درست میکنم. برای همین به آشپزخانه برگشت. آرد و شکر را با هم مخلوط کرد و کره و تخم مرغ و یک عالمه زیره را توی کاسه ریخت. خرسی همه مواد را در قالب کیک ریخت و آن را در فر گذاشت. درست وقتی کیک آماده شد، عسلی از پنجره آشپزخانه پرواز کنان به داخل آمد. گفت: سلام خرسی. خرسی گفت: سلام عسلی. عسلی نگاهی به میز کرد. میز پر از پوسته تخم مرغ بود. به ظرفشویی نگاه کرد. پر از ظرف‌های کثیف بود. به کف آشپزخانه نگاه کرد. همه جا آرد پاشیده بود. عسلی گفت: چه ریخته پاشی؟ خرسی با ناراحتی گفت: امروز میبینی امروز صبح به ذهنم رسید آشپزخانه رو تمیز کنم. عسلی گفت: چه فکر خوبی. خرسی ادامه داد: بعدش یه فکر بد به ذهنم رسید، این که واسه یک کیک درست کنم. حالا همه چیز دوباره به هم ریخت. عسلی نگاهی به داخل فر کرد و فریاد زد: جانمی جان، کیک زیره. خرسی کیک زیره را از فر درآورد و در بشقاب گذاشت. خرسی با دستهای بزرگش و عسلی با نوکش شروع به خوردن کیک کردند. بعد از مدت کوتاهی عسلی گفت: خرسی، به نظرم درست کردن کیک فکر بدی نبوده. خرسی همینطور که پنجه هایش را میلیسید گفت: به نظرم منم فکر بدی نبوده. به نظرم یه فکر خوب یا یه فکر بد نداشتم، 2 تا فکر خوب داشتم، فقط به ترتیب درست انجامشون ندادم. عسلی گفت: دقیقاً، کاملا موافقم خرسی. خرسی گفت: آره. خرسی و عسلی به بشقاب خالی مقابلشان نگاه کردند. خرسی گفت: بد نیست کیک زیره دیگه درست کنم. عسلی گفت: چه فکر خوبی. ممنونم که همراهمون بودید. خوشحال میشم اگر با لایک و سابسکرایب حمایتمون کنین.